از همین الان چند شب و روز مونده تصمیم قاطعانه، نیت صادقانه به خدا بگیم خدایا من بهشت میخوام. بگو به خدا خدایا من دیگه بهشت میخوام، من تحمل عذاب قبر و دوزخ و جهنم ندارم. تصمیم گرفتم که این ماه رمضان ماه نجات و رهایی از عذاب قبر و جهنم و دوزخ برام باشه و ماه رسیدن و سزاوار شدن بهشت باشه برام. نمیتونی به خدا بگی؟ اون انسانی که نمیتونه با خداش راز و نیاز بکنه خیلی از خدا غافله و بریده و جدا شده. راز و نیاز بکنیم، تصمیم بگیریم. بعد از اینکه تصمیم گرفتیم برنامه تو بگو، برنامه بریز. حتی اگر خواهران بالاخص این برنامه ریزی رو بنویسن برای نظام خانوادگی که در شب و در روز ما چه کار انجام بدیم تا این حد بنویسیم برای خودمون. یک، نمازهای 5 وقت چطوری بخونیم؟ تصمیم بگیریم نمازهای 5 وقتمون در ماه رمضان درست با جماعت تو مسجد که بعد از رمضان ادامه داشته باشه. نگو به حرمت رمضان ما نماز 5 وقت میکنیم. ما عبادتمون روزمون برای کیه؟ برای خداست، نه برای رمضان. ما بنده رمضان نیستیم، بنده رب رمضانیم که الله عز و جل باشه. نماز